سلام، خیلی خوش اومدین به یه ولاگ جدید. اول از همه ناخونام بهتون نشون بدم. به خدا این مدرسه ما رو عقده‌ای بارا برده. امروز قراره یه تور درون شهری داشته باشیم که بریم جاهای دیدنی دبی رو ببینیم، که شما هم قراره کل این مدت که یعنی از ساعت 1 ظهر تا 11 شب هستش همراه من باشین. در کل امیدوارم که خوشتون بیاد. خب این شد از میکاپم و مرحله آخر ستینگ اسپری. بریم سراغ استایل که هیچ مطابقتی با آب و هوای الان دبی نداره. استایلم خیلی گرمه و هوا هم خیلی گرمه. خب این شد از استایلم. خیلی دیرمونه با چکمه هم کو با این چکمه. اشتباه اصلی پوشیدن اون کت نبود، به خاطر اینکه هوا به طرز عجیبی خنک بود. اشتباه اصلی پوشیدن اون بوتا بود، به خاطر اینکه دهن پاهم سرویس شد. آقا چند ساعت من داشتم با این کفشای نوک‌تیز راه میرفتم و آخر شب دیگه پای برای من نمونده بود. مقصد اولم که موزه آینده بود، مقصد دوممون مدینه جمیرا بود. خیلی جای خوشگلی بود. بهش ونیز دبی میگم، ولی من ترجیح میدم بهش بگم یزد دبی، به خاطر اون بادگیرا، چون خیلی شبیه یزدش کرده بود. توی راهمون هتل آتلانتیس رو هم دیدیم. البته مقصد اصلیمون سمت محله مارینا بود که قرار بود با یات بریم داخل دریاچه مصنوعیشو بگردیم، که واقعا باید بگم یکی از خوشگل‌ترین ویوها بود، چون کل دبی رو داشتی یه جا می‌دیدی. این وسط چند تا بازار دیگه هم رفتیم که از همشون ویدیو ندارم، و در آخر رفتیم سمت برج خلیفه و دبی مال که این رقص آب شگفت‌انگیز رو ببینیم و واقعا عظمت رو به چشم میدم و جمعیت رو ببینین که چقدر زیاد بود. البته باید اینم اضافه کنم که ما یک شنبه شب رفتیم تمام این تور رو، به خاطر همین همه جا خیلی شلوغ بود. بعد از شام سریع رفتم هتل و لباسامو عوض کردم، به بچه‌ها پیوستم و شب ما با رقص بابا کردم وسط خیابونای دبی تموم شد.